آقا یه چیز جالب، این سیستم رو قسم میکنن اینجا دیگه نمیخواد تو بنزین رفتی پیاده شی کارت بکشی یا پول نقد بدی، این خودش از حسابت کم میکنه. خیلی جالبه. با این دستگاه پلاک ماشین وارد میکنن، پلاک ماشین وارد میکنن، با همون پلاک با همون پول کم میشه از حسابت. خیلی جالبه. حالا نیده بدم نه دیگه نمیخواد پیاده شی 2 ساعت تو بارون و پول نقد و فلان و خودش حساب میکنه. اسم جالبی. یعنی سیستم ها رو نمیشه تو ایران هم بیارن مردم ایران راحت بشن؟ چرا ما نباید اینا رو داشته باشیم؟ واقعا چرا؟ مگه چه هزینه ای داره؟ من اگه بیام ایران، البته تو ایران همچین پیشرفتی نیست که بخوام همچین کاری بکنم. می‌خواستم با خودم این دستگاه رو بیارم، چون میخوام بیام ایران خیلی از دستگاه رو میخوام با خودم بیارم. تو ایران که نیست.